پنداری اندیشه‌شون صحت باشد، گفتارشون صحت باشد، اندیشه‌شون صحت باشد. هر دو این صحت کردارشون، عملشون نیک میشه. این یک هر لحظه تحت نظارت گرفتن بچه‌ها تا اون لحظه‌ای که به بلاغت میرسند نظارت کردن از محیطی بد، از گفتاری بد، از رفتاری بد. و در برابر بچه‌ها همین توازن حسن محبت و عامل در خانواده نگاه داشتن. سیوم این حتما کدام خانواده‌هایی که فرزندانشون به مهاجرت میروند پیش از مهاجرت غیر از آن که حکومت جمهوری ما مقامات مساعدت به این کار دارند، هم کمیته کار گذران، هم کمیته جوانان و سیاحت و دیگر و تمام مقامات دولتی در این بابت سعی می‌کنند. شما هم بچه‌ها نصیحت کنید که با همون گروه‌های افراطی همراه نشوند، یک و عمل‌های نادرست در کشورهای بیگانه مشغول نشوند. من همین به نام اکبرجان جلیل گفتنی بچه از اوش از قرقیزستان آیا پدر و مادر همون میخواهند که کسی قربان شود یا که بچه‌شون قربان شود؟ قربان شد دیگر زندان یک عمری میشد اگر زنده مونده باشد، یا هم مسلک‌های تنها نیست، هم مسلک باشد. نگی